کتاب بسیار خواندنی شجاع باش دختر، شهامت ترک کمالگرایی برای دختران، نویسنده رشما سوجانی، ترجمه شبنم اسماعیلی. من تو تایی از یادداشت‌های خودمه که برام همیشه خواندنی بوده، میخوایم اینجا بر شما بخوانم. اعمال شجاعانه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. سریع‌ترین راه برای تشویق زنان دیگر به شجاعت مثال و الگو است. اگر بتوانند آن را در شما ببینند، در خودشان نیز می‌بینند. پس شجاعت‌های خود را با دوستان، خانواده و همکاران به اشتراک بگذارید و اجازه دهید آنها مشوق شما باشند. انجمن شجاعت تشکیل دهید. مانند آلیستپر در سالک که نشان دختران پیشاهنگ ایجاد کرد تا دختران دیگر در سطح کشورها را به بلند کردن دست خود در کلاس تشویق کند، زنانی را که میشناسید با هم متحد کنید و پیشگام شجاعت باشید. عهد کنید که هر روز یک کار شجاعانه انجام دهید و گروه گفتگو برای به اشتراک گذاشتن اعمال شجاعانه خود تشکیل دهید. ما در این مقوله همه با هم متحد هستیم و با تمام وجود باور دارم که با تمرین شجاعت در هر فرصت ممکن میتوانیم جنبش قدرتمندی متشکل از زنان قوی، شاد، موفق و شکست ناپذیر تشکیل دهیم که میتوانند دنیا را تغییر دهند و چون این کاری را خواهند کرد. پس با آن دختر بی‌نقص خداحافظی کنید و شجاع باشید. این قدرت از آن شماست که باید آن را به دست آورید.